آهنگ جدید قیس الفت با ستاره هاشمی بعد از وفات پدرش. قیس الفت در این مدت زمان مصروف چی کاره بوده است؟ دلیل وفات استاد الفت آهنگ بعد از سپری شدن مدت 2 ماه معلوم شد. آهنگ جدید و باور نکردنی قیس الفت با ستاره هاشمی ستاره کیست و در کجا زندگی می کند؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام و کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. قیس الفت شاهزاده غزل افغانستان یکی از هنرمندان بی‌بدیل، نام‌آشنا و محبوب کشور بوده است. شهرت و محبوبیت هنری خاصی دارد. قیس الفت اصالتا در یک خانواده هنری دیده و جهانگو شده. وی کارهای هنریش را از پدر بزرگوارش آموخته است. قیس الفت در سن خیلی کمی که داشت توانست من حیث داور و یاور در برنامه‌های رقابتی هنر موسیقی در افغانستان اجرای وظیفه کند. قیس در کشور کانادا زندگی می کند. وی 2 ماه قبل پدرش استاد الفت آهنگ را بر اثر مریضی که عاید حالش شده بود از دست داد. جدیداً قیس الفت بعد از سوگوار شدنش قرار است آهنگ جدید با ستاره هاشمی هنرمند کاملا جوان کشور که این روزها نامش در میان هنرمندان افغانستان شهرت شده است بسراید. ستاره هاشمی در کشور کانادا زندگی می کند. وی با سرودن آهنگ‌های دوگانه با مهراج وفا در میان مردم افغانستان شهرت و محبوبیت خاصی پیدا کرده است. این خبر نشر شده توسط قیس الفت در صفحات مجازی مورد حمایت و تشویق فراوان قرار گرفته است. من آرزوی موفقیت، سعادت و خوشبختی برای قیس الفت و ستاره هاشمی از بارگاه عزت الله یزال تمنا دارم. عزیزان و دوستان خوبم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامت برای شما نازنینان تمنا دارم. تا درودی دیگر امیتان را بر لای منان سپردم. موفق و کامگار باشید.